فیلم توی شب بارونی شروع میشه در حالی که مردم برای آخر هفته طولانی از سر کارشون دارن برمیگردن خونه. تو صحنه بعدی ما جنیفر رو میبینیم که داره برای دوست پسر سابقش یه ایمیل میفرسته که داره توش میگه میخواد امشب رو بره نیویورک پیش اون و ازش میخواد که با هم حرف بزنن و روز والنتاین رو با هم باشن. جنیفر میخواد دوباره رابطش رو با دوست پسرش درست کنه، ولی بعدش از فرستادن پیام منصرف میشه و وسایلش رو جمع میکنه تا بره سمت آسانسور. یکم بعد تو همون ساختمون توی یه طبقه دیگه یه مرد توی دستشویی در حالی که داشت دستاشو میشست لباسش خیس میشه و همونطور که میبینید داره به طرز عجیبی لباسش رو با خشک‌کن دست خشک میکنه. بعد از تمام شدن کارش وسایلاشو جمع میکنه و میره سمت آسانسور و میبینه که آسانسور داره میره و همون لحظه داد میزنه تا کسی که تو آسانسوره در رو نگه داره تا بیا تو و جنیفر هم این کارو میکنه. بعد از اینکه میره تو آسانسور شروع میکنه به چرت و پرت گفتن و یا به اصطلاح سر صحبت رو با جنیفر باز کنه. جنیفر هم از روی ادبش سرش رو تکون میده و تایید میکنه، ولی در اصل حرفش به کتفش هم نبود و به کار خودش فکر میکرد. بعدش این مرد توجه جنیفر رو به یه خراش روی دیوار فلزی آسانسور جذب میکنه که نقاشی از یه آدمیه که توی یه جایی گیر کرده و همون لحظه هم آسانسور وای میسته و هر دوتاشون سعی میکنن با فشار دادن دکمه هشدار و تماس کمک خبر کنن، ولی انگار از کار افتادن. اونا روی سقف دوربین میبینن و جلوش بالبال میزنن و کمک میخوان و انگاری خبری از سیگنال توی گوشی هاشون نیست. جنیفر اعصابش خورد میشه چون اگه کسی نیاد به کمکشون اونا تا آخر هفته باید اون تو بمونن. جنیفر یهو یادش میاد که امشب هم پرواز داره و این اتفاق 2 برابر میره رو مخش. بعدش جنیفر میره رو شونه های اون یارو تا سقف رو چک کنه و ببینه این آسانسور خراب شده خروجی اضطراری داره یا نه. وقتی میفهمه خبری از خروج اضطراری نیست فشاری میشه و در و دیوار رو به فوش میکشه. بعد از اینکه این 2 نفر یکم خودشون رو معرفی میکنن و میشناسن یکم راحت‌تر میشن. اون مرد بطری آبشو میده بهش و اونم شکلات هایی که داره رو میده. اونا میان بدترین اتفاقی که میتونه بیفته رو توصیف میکنن. میفهمن اگه اونجوری بشه حدوداً 80 ساعت باید اون تو بمونن. بعد از چند ساعت جنیفر دستشویش میگیره و داره خودش رو نگه میداره، ولی مرده بهش میگه که اگه بخواد دستشویی کنه اصلا مشکلی نداره چون این اتفاق کاملا طبیعی و اوکیه. اما چون جنیفر یه آدم خصوصیه نمیتونه در حضور یه نفر که اصلا نمیشناستش این کارو بکنه، ولی بالاخره به قول گفتنی شل میکنه و تصمیم میگیره توی قمقمه خالیش دستشویی کنه و خودش رو تخلیه کنه. اون مرد هم یه گوشه دیگه پشت جنیفر وایساده و گوشاشو گرفته و داره از خودش صدا در میاره تا صدایی رو نشنوه. جنیفر بالاخره کارش تمام میشه و میره سمت اون خراشی که روی اون دیوار بود و یه نفر دیگه رو هم میکشه و میگه این الان ماییم. یکم بعد اونا با هم بیشتر حرف میزنن و بیشتر همدیگه رو میشناسن و از مشکلات روابط عاشقانه خودشون برای همدیگه میگن. اون مرد فکر میکنه که الان تایم خوبیه برای اینکه بطری شرابی که داشت رو باز کنه. بعد از خوردن شراب اونا با هم دیگه صادق‌تر میشن. مرده به جنیفر میگه که قبلا باهاش صادق نبوده و چون گفته بود اونو هیچ جا ندیده، اما در واقع اونو چند بار اطراف ساختمون و توی لابی دیده بود و نخواست اول بگه چون فکر میکرد باعث میشه که جنیفر ازش بترسه و این حرف باعث میشه جنیفر خوشحال بشه و لبخند بیاد رو صورتش و ازش تشکر کنه. اون چند تا نقاشی برای گذراندن وقتشون میکشن و جنیفر چند تا عکس سلفی هم به عنوان یادگاری میگیره. اونا بعدش یه بازی جدید رو شروع میکنن که توش از علاقه‌هاشون تو رابطه جنسی میگن و حین رد و بدل کردن این حرفا بینشون اون مرد جنیفر رو میبوسه و بعدش هم میتونید حدس بزنید که چه اتفاقی بینشون میفته. و در حین انجام عملیاتشون مرده به جنیفر میگه که بهش علاقه پیدا کرده و عاشقش شده، ولی جنیفر با این حرفش احساس راحتی نمیکنه و لباسشو میپوشه و بهش میگه که اصلا حسی بهش نداره. میخواد وقتی از اینجا بره بیرون رابطه‌شو با دوست پسر سابقش درست کنه. مرده ناراحت میشه و یهو یه ظاهر شیطانی از خودش نشون میده و شروع میکنه به فحش کردن چیزایی که باعث سرد شدن جنیفر میشه و میگه اون همه چیز رو برنامه‌ریزی کرده تا بتونه باهاش بیشتر آشنا بشه و اون فیلمایی که ازش تو گوشیش داشت رو بهش نشون میده و بهش میگه که اون رو هر روز تعقیب میکرده. اون مرد فاش میکنه که در اصل نگهبان ساختمونه و اسمش استالکره و کل این مدت یه کلید اضطراری تو جیبش داشته که میتونسته باهاش به راحتی آسانسور رو راه بندازه، ولی این کار رو نکرده. وقتی استالکر میاد از کلید استفاده کنه تا آسانسور رو راه بندازه، جنیفر که میفهمه رکب بدی خورده تهدیدش
بیهوشش میکنه و میگه اگه بره بیرون همه چی رو به پلیس لو میده. تو همین لحظه استالکر از راه انداختن آسانسور منصرف میشه. وقتی جنیفر میره تا کلید رو برداره، اونا با هم درگیر میشن و تو همین لحظه که جنیفر در حال جفتک پروندنه، پاش میخوره به کلید و اونو میشکنه. بعدش جنیفر با کفش پاشنه‌دارش به استالکر ضربه میزنه و اونو خونی و مالی میندازه زمین و بیهوشش میکنه. وقتی میره سمتش تا ببینه زنده است یا نه، استالکر یهو بلند میشه و کله جنیفر رو میکوبه زمین و کله صدای طالبی میده و در نهایت بیهوش میشه. وقتی جنیفر به هوش میاد، میبینه استالکر اونور آسانسور نشسته و داره با خودش زمزمه میکنه که چطور تونسته با جنیفر یه رابطه خوب رو تو آسانسور داشته باشه و باید هرچی زودتر کارش رو تموم کنه. وقتی جنیفر اون رو به آدم دزدی متهم میکنه، اون از جاش بلند میشه و رم میکنه و به در و دیوار مشت میزنه تا خودش رو خالی کنه. بعد از این کارش اون کدویی که جنیفر میخواست به دوست پسر سابقش بده رو باز میکنه و از جعبه اول یه پیراهن مشکی در میاد و وانمود میکنه که جنیفر اونو بهش هدیه داده و اونو میپوشه. بعد جنیفر رو مجبور میکنه که جعبه دوم رو که توش یه ست سیگار برگ و فندک و غیره هست رو باز کنه. استالکر یکی از این سیگارها رو روشن میکنه و تو همین حین میبینیم که داره بیشتر رم میکنه و رفتارهای دیوانه‌وارتری نشون میده، ولی یهو سویچ میکنه رو استالکر آروم. بعد جنیفر برای ترسوندنش معذرت‌خواهی میکنه و بهش میگه فقط وقتی عصبانی میشه این کارو میکنه. وقتی استالکر یه تبلیغ از یه جزیره تفریحی رو روی صفحه نمایش آسانسور میبینه، بهش میگه قول میدم وقتی از اینجا رفتیم بیرون ببرمت اونجا. یکم بعد اونا میفهمن که یکی از پنل‌های صف پیچ نداره و استالکر از دیوار آسانسور میره بالا و پنل رو میکشه تا بره بیرون و آسانسور رو بندازه، ولی جنیفر بهش میگه به اون کمک کنه تا اون بره بالا و وقتی جنیفر میرسه بالا، یه فاک مجلسی بهش نشون میده که معنی رکب خوردن استالکر رو میده. جنیفر میره سمت نردبون و ازش بالا میره تا برسه به در آسانسور تا بازش کنه و نجات پیدا کنه، ولی تو همین لحظه استالکر فشاری شده و با لباساش یه تناب درست میکنه و از دریچه میره بیرون و تو همین لحظه که جنیفر داره در آسانسور رو باز میکنه تا بره بیرون، استالکر اون رو میگیره و دوباره خودشون رو پرت میکنه تو آسانسور. اونا یه مدتی به هوش میمونن و بعدش جنیفر زودتر به هوش میاد و متوجه آلارم آتیش میشه و سعی میکنه که با سیگار فعالش کنه، ولی کار نمیکنه و اون بعدش یه آتیش کوچیک درست میکنه و یهو روانی داستانمون بلند میشه و میخواد به جنیفر حمله کنه، ولی اینقدر زخمی شده که نمیتونه تکون بخوره و جنیفر اول با لگد میزنه دماغش رو میشکنه و بعدش دستاشو با تناب میبنده و میره سراغ آلارم آتیش و فعالش میکنه و مطمئن میشه که فعال شدنش آتش نشانی رو با خبر میکنه. اون از این فرصت استفاده میکنه و با فندک و قیچی برش سیگار استالکر رو اخته میکنه و استالکر تا میتونه عربده میزنه، ولی متاسفانه از دایی به عمه تبدیل میشه. تو صحنه بعدی ما میبینیم که عمه استالکر داره گریه میکنه و جنیفر از این فرصت استفاده میکنه و ازش اعتراف میگیره و با گوشی ضبطش میکنه تا بتونه به پلیس نشون بده تا دستگیرش کنن. اون همه چی رو اعتراف میکنه و میگه اسم واقعیش جان دیوکوس است. جان اعتراف میکنه که قبلا به خاطر تصادف با یه زن، اونم وقتی که مست بوده، افتاده بود زندان و بعد از آزاد شدنش هیچ جا بهش کار نمیدادن و اون مجبور میشه تا به کار نگهبانی رو بیاره. تو صحنه بعدی یکی دیگه از نگهبانای ساختمون رو میبینیم که با دوست پسرش اومده به ساختمون و میخواد بهترین ویوی شهر رو بهش از طبقه آخر نشون بده. اون به دوست دخترش میگه چند دقیقه بشینه تو لابی و استراحت کنه و وقتی خودش میره پشت میز نگهبانی، یه زن و مرد زخمی رو تو آسانسور از مانیتور میبینه. بعدش ما جنیفر رو میبینیم که داره داد میزنه و درخواست کمک میخواد و این مرد هم سری میره در آسانسور رو تونسته با یه دیلم باز میکنه که یهو جان دستشو باز میکنه و جنیفر رو میکشه اونور و میکوبتش زمین تا داد نزنه. اون مرد هم برای نجات جنیفر تا نصفه میره تو آسانسور و تو همین لحظه جان آسانسور رو راه میندازه و مرد رو نگه میداره و بالاتنه و پایینتنه اون مرد از هم طلاق میگیرن و اون مرد به معنای واقعی جر میخوره و بدنش به دو قسمت نامساوی تقسیم میشه. جنیفر که داشت همه اون اتفاقها رو میدید، یه ضربه مشتی از جان خورد و بیهوش شد و جان اون رو برد پارکینگ و گذاشتش تو صندوق عقب و بعدش گوشی جنیفر رو پکون تا اون اعترافی که کرده بود رو نیست و نابود کنه. جان بعدش گوشی جنیفر با بدن نصف شده اون یارو رو پرت میکنه تو آسانسور. جان میره خودش رو تمیز میکنه و لباسهای نگهبانیش رو تنش میکنه و میره تو لابی
تا همه ویدیوهایی که از آسانسور ضبط شده بود رو از کامپیوتر پاک کنه و تو همین حین دوست دختر اون مرد نصف شده رو میبینه که ازش میپرسه دوست پسرم کجاست. جان هم همون لحظه مثل شمر به سمتش حمله ور میشه و میکشتش و جنازش رو میندازه پیش دوست پسرش. جان با ماشین شروع به حرکت کردن میکنه و میرسه به زباله‌دونی. اون آشغال‌ها رو با بنزینی که داشت خیس میکنه و بعدش میره سراغ جنیفر تا ببینه زنده است یا نه. اون وقتی داره وسایل‌ها رو میندازه تو سطل آشغالی، جنیفر یهو از جاش بلند میشه و با گلون بنزین میزنه تو دماغ شکستش و اینجا میفهمیم که جنیفر داشت نقش بازی میکرد که مرده. اون بعدش میشینه پشت فرمون تا از اونجا بره، ولی یهو تو ماشین چشمش میفته به یه سیگار برگ و اون سیگار اونو یاد شکنجه‌ای که شده بود میندازه و تصمیم میگیره با سرعت دنده عقب بگیره و یه جوری به جان با ماشین ضربه میزنه که اون میخوره به آشغالا و یه میله آهنی بزرگ میفته روی جان و اون دیگه نمیتونه تکون بخوره و جنیفر اون سیگاری که از تو ماشین پیدا کرده بود رو روشن میکنه و یه کام سنگین ازش میگیره و بعدش اون سیگار رو پرت میکنه سمت جان و جان هم همونجا آتیش میگیره و جزغاله میشه.